با درود فراوان به ملت ایران که گرفتار در زنجیر خونخوار رژیم اسلامی هستند. هدف ما در وبسایت 18tir.org پیدا کردن راه‌های ابتکاری جهت مقابله با نیروهای سرکوبگر و ضد انسانی این رژیم پلید است. امروز می‌خواهیم یک شیوه ابتکاری خیابانی را برای شما به نمایش بگذاریم و امیدواریم که با این تکنیک همه ایران دوستان عزیز بتوانند موفق به جلوگیری و متوقف کردن وسایل نقلیه نیروهای سرکوبگر شوند. در ضمن این تکنیک را می توانید با ابتکارات تکمیلی خود در سطح گسترده‌تری انجام دهید، از جمله در خطوط اتوبوسرانی. در صورت امکان نتایج کارها و ابتکارهای جدیدتان را با ما در میان بگذارید. همونجوری که ملاحظه می‌کنید برای این کار شما احتیاج به یک انبار قلفی، مقدار میخ و یک انبار دست دارید. این میخ‌ها رو باید تهشون رو به صورت مورب قطع کنید. همونجور که ملاحظه میکنید من یکی از قبل آماده دارم. ته میخ‌ها که قطع شده روی هم بگذارید به صورت 65 درجه و با انبار قلفی اونا رو نگه دارید. بعد قسمت بالای میخو به دور هم بپیچونید. سر میخ یکیش به صورت پایین و یکی به صورت بالا باشه و ته میخ به صورت افقی. من چند نمونه اینجا از قبل آماده کردم که بهتون نشون بدم. همونجوری که ملاحظه میکنید یک سر میخ بالاست، یک سرش پایینه و پایین میخا به صورت افقیه. با ریختن مشتی از این میخا در مسیر حرکت موتورها و ماشین‌های نیروهای سرکوبگر آنها را سریعاً میتونید پنچر کنید و از حرکت در بیارید وقتی میریزید در مسیرشون. همونجور که میبینید این سر میخا بالا میمونه. پیروز باشید.